این بیناموسی است. نخواه که مادر تا بگم فلانی مادر خاموش بیستی. صورت من در بین شما زنده و حیات هستم. شما دوباره رفتار و کردار زمان جاهلیت سر کرده باشه، کارش بود کرده باشه، تا مردنش همینتش میکنه. قسم به عظمت و جلال خدا، اون پیشانیه که یک بار الله سجده کرده است، من در او چهره هرگز پا نمیزنم. سه چیزی مسلمان برای مسلمان حرام است. یک مؤمن دشنام میدهی، آزار میدهی، انسان فاسق یعنی گمراه میشود. تحقیق کرد. اونها نگفتن که فلانی مادر، نگفتن که مادر تا فلان کنه، چه از غیر خطا یک سخن ما را سخن ناجا گفت، تا مردن و کینه میگیریم. امروز بخشندگی دور شده از جامعه. سر بدن او را خونالود میکنه، اما رزاندن خون مسلمان است، همون هم حرام است. کامل نداره یک کدام از شمایان تا اینکه دوست بداره برای برادرش آن چیزی را که دوست میداره برای خودش. مقصد از این موضوع صحبت کردن من به چه خاطر است برادران عزیز؟ یک ناجوان مردی امروز در جامعه ما هست که اکثر مردم حتی کلانسالها وقتی به همدیگر صحبت میکنه فلانی مادر، نعوذ بالله، گویا هزل داره، گویا شوخی داره، فلانی آچه چی خدمت کرده در مادرت که امروز مادر از روی تو تأخیر بشنوه؟ خداوند در قرآن گفت مؤمنها برادر هستند. وقتی وای برادری تو باشه، مادری وای برای تو مادر میشوه. این چی بدبختی است؟ چی بی‌غیرتی و والله این بیناموسی است. نخواه که مادر تا بگم فلانی مادر خاموش بیستی. این دوستی نیست. برای این برادران زبانها را نگه بداره. هر چیزی در زبان آمد نگو. خداوند در قیامت از این زبان تو را پرسیده میشه، وای تحقیر میشه، وای به احترامی نسبت به برادر مؤمنت میشوه. این عمل حرام است برادر عزیز بزرگوار. دشنام مؤمنه جناب پیغمبر گفتن که فسق است، گمراهی است. یک مؤمن دشنام میدهی، آزار میدهی، انسان فاسق یعنی گمراه میشود. برای برادران عزیز بزرگوار خیلی به خود بیاییم. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بار حضرت ابوذر غفاری همراه حضرت بلال رضی الله تعالی عنهم اجمعین، میگه بینش یک صحبتی گذشت، شاید هزل شوخی داشتن. حضرت ابوذر به سوی حضرت بلال گفت که ابن سودا، ای بچه سیاه، این سخن در بین ما هم هست، کسی سوزینه باشه میگن فلانی سیاه، نامشو میگیرن سیاهش میگن. حضرت ابوذر میگه خطا کرد، از زبانش بیرون شد که ای بچه سیاه، ای بچه سیاه. حضرت بلال سیاه پوست بود. میگه یکم بار سخنی یعنی ناراحت کننده از دوستش شنید. یکم بار از دوستش میگه سخنی شنید که یعنی تحقیرآمیز است، به احترامی نسبت به او شخصیت است. میگه حضرت بلال در حال گشت، گویا ای ابوذر، ای برادر چی میگفتی؟ که یک بار دیگه تکرار کن. میگه خندش گرفت حضرت بلال، تبسم در لباش پیدا شد که ابوذر چه خیل برای خودش اجازت داد من از سیاه گفت، من به احترامی کرد، تحقیر کرد. اونها نگفتن که فلانی مادر، نگفتن که مادر تا فلان کنم. چی نوعی که امروز به ناجوان مردای جوانهای ما سخنها را دارن، چی گو که ای بچه سیاه. هرچند حضرت بلال زاره کرد که یک بار دیگر همی سخن تکرار کن، میگه حضرت ابوذر از زبانش دیگه بیرون نشد، از سر و بدنش عرق حیا سر کرد، چهرش سرخ شد از شرم و حیا را که این چی سخن بود من نسبت به یک برادر مسلمانم، به یک دوستم از زبان بیرون کردم. این سخن در پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم رسید. گفتن یا رسول الله، ابوذر به سوی حضرت بلال
به آدابی کرد، به احترامی کرد. ابوذر حضرت بلال از سیاه گفت، ناراحتش کرد، غمگینش کرد، تحقیرش کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه در حال خطبه تشکیل کرد، مردم جمع کرد، فریاد کرد. در نزد مردم حضرت ابوذر کاهش کرد، سرزنش کرد، سیاست کرد. گویا ابوذر در حالت صورت من در بین شما زنده و حیات هستم، شما دوباره رفتار و کردار زمان جاهلیت سر کرده، با نسبت به همدیگر به احترامی بد گفتن، سیاه گفتن، تحقیر کردن، به احترامی کردن. ای ابوذر گفت در حق یک برادر مؤمن و مسلمانت از خدا بترس. وقتی میگه حضرت ابوذر جناب پیغمبر نصیحت میکرد، حضرت ابوذر سرش خم بود، آبهای دیدش میریختن، گریه میکرد، میگریست. وقتی جناب پیغمبر صحبتش ادا کرد، حضرت ابوذر نزد حضرت بلال آمد، گفت ای بلال، تو را به خدا قسم گفت من در نزد پای تو خود در زمین می اندازم و همین کفهای پایی که در روی خاک ها ره میگردی سخت در روی من شته بزن، پا بزن، تا ای که برای من و برای دیگرها درس شود که نسبت به همدیگر به احترامی نداشته باشند، همدیگر را تحقیر نکنند، نسبت به همدیگر گفتار بد نداشته باشند. میگه حضرت ابوذر در نزد پای حضرت بلال خودش در زمین انداخت. حضرت بلال خم شد، در آغوش گرفت، گفت قسم به عظمت و جلال خدا، اون پیشانیه که یک بار الله سجده کرده است، من در او چهره هرگز پا نمیزنم، شته نمیزنم. میگه همدیگر را در آغوش گرفتن، میگریستند که این چی کاره بود بین ما گذشت، چقدر پشیمان بودند. امروز در کجا هست اون پشیمانی؟ جناب پیغمبر به چی خاطر حضرت ابوذر در بین مردم کاهش کرد؟ برای به دیگرها را درس شود، تعلیم شود. برادر بزرگوار من، چی بی غیرتی است، چی بی ناموسی است که همدیگر را دشنام دهی، بگو ای فلانی مادر، ای فلانی زن، نعوذ بالله. خیلی این پستی هست برادران عزیز. زبانها را نگاه کنید، هر چیزی از زبان بیرون شد گفتن نگیره. برادر عزیز بزرگوار، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم برای ما نصیحت کردن، گفتن لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا و کونوا عباد الله اخوانا. گفتن ای مؤمن ها و مسلمان ها، شما از همدیگر بغض و کینه نگیره. یعنی دل وقتی امروز متاسفانه در جمعیت و جامعه ما هم اگر یک انسان چی از روی خطا باشه یا چی از غیر خطا یک سخن ما را سخن ناجا گفت، تا مردن و کینه میگیریم. امروز بخشندگی دور شده از جامعه، که یعنی یک کسی کمبودی کرد ببخشیش، این نمانده است. جناب پیغمبر گفتن از همدیگر کینه نگیره. یعنی این فعل برادری است، مؤمنی و مسلمانی هست. از همدیگر کینه نگیره، به همدیگر حسد نداشته باشه. حسد هم امروز درد جامعه ما شده است برادران عزیز بزرگوار. از صنف بالا تا عامه نگاه کردن چقدر مردم حسود شده اند. ولا تدابروا، جناب پیغمبر گفتن از همدیگر بیزاری نکنه، از همدیگر رو نگردانه، به همدیگر قهری نباشه. و کونوا عباد الله اخوانا، ای بنده های خدا همه شما برادر باشه. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن یعنی که همه شما مثل برادر باشه. برادری متاسفانه امروز اگر این نصیحت جناب پیغمبر رو ما فکر کنیم برادری این زمانه، ما شاید در حیرت مونیم که برای چی جناب پیغمبر ما را گفته است که برادر باشه. چون که امروز اکثر برادرها با همدیگر قهری هستند. اکثر برادرها امروز در قصد جان همدیگر هستند. برادر یعنی به همدیگر شفیق و مهربان، با همدیگر غمخوار باشه، با همدیگر رفیق باشه، دست همدیگر را بگیره. المسلم و اخو المسلم، جناب پیامبر گفتند مسلمان برادر مسلمان است.
المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. باید در چهره یعنی برادر چهره خود ببینی. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. جناب پیغمبر در این حدیث 4 چیز گفتن هر انسانی داشته باشه ایمان کامل داره. محبت به خاطر الله، همدیگر را به خاطر الله دوست بداری، ایمانت کامل می شود. بد دیدن، چرا بد دیدن؟ کاری بده، فعلی بده، گفتاری بده. بد دیدن هم باید به خاطر الله باشه، نه به خاطر ننگ و ناموس دنیا. بذل و بخشش هم باید به خاطر الله باشه. هر کسی را دستگیری منی به خاطر خدا دستگیری که برادری از منتش نکن، طعنش نزن. و منع لله، انسان باید خچه معن بداره از همه بد، از گفتار بد خچه معن بدار به خاطر الله. بعد از آن ایمانت کامل میشه. برادر عزیز بزرگوار، در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که گفتن 3 چیزی مسلمان برای مسلمان حرام است. المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. تن از مسلمان برای مسلمان 3 چیزش حرام است. یکمش ریزاندن خون مسلمان برای مسلمان حرام است. فکر نکنیم ما برادران عزیز که ریزاندن خون فقط کشتنش باشه. وقتی با یک برادر مسلمان جنجالت میشوه، میزنی یک سر بدن او را خونالود میکنی، اما ریزاندن خون مسلمان است، همون هم حرام است، همون هم گناه است. و دویمش مال مسلمان برای مسلمان تلف دادنش حرام است. سیومش آبروی یک برادر مسلمان ریزاندن حرام است. وقتی یک برادر آزار میتی در بین مردم، طعنش میکنی، منتش میکنی، یک کاری خوبی کرده تا. امروز بسیار نامردی و ناجوانمردی در جمعیت زیاد شده است. یک کس اگر بار دستگیری کرده باشه، کار شبود کرده باشه، تا مردنش منتش میکنه. به سبب منت هم ثواب عملش بیکار میکنه، هم او برادرش در یک جامعه به یاد داری میگه من فلان وقت فلان کار تبود کرده بود. این جوانمردی نیست. تو باید با خاطر خدا کنی. آبروی مسلمان ریزاندنش حرام است برادر عزیز. باید در فکری یعنی ریزاندن آبروی همدیگر نباشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. جناب پیغمبرتان ایمان کامل نداره یک کدام از شمایان تا اینکه دوست بداره برای برادرش آن چیزی را که دوست میداره برای خودش. برادر عزیز بزرگوار، میخوای که یک از خودت آزار بتیه؟ میخوای که یک از خودت تحقیر کنه؟ میخوای که یک از نسبت به خودت یک گفتاری بد؟ هرگز نمیخواهی. وقتی نمیخواهی باید نسبت به همدیگرم یعنی گفتاری بد نداشته باشی.